соли нав ҷоиз аст ё не конкретно? سال نوه که در او تشکیلی نباشه، سال نوه که در او راست نکنی یا در پنجوتینه نزنی، این سال نو کنیشنه نادرست است. به الله مسخرگی میکنی، به آیات الله مسخرگی میکنی، به رسول الله مسخرگی میکنی صلی الله علیه و سلم، به شاعر اسلام تو مسخرگی و ساتیری میکنی. همین ناس جایز است. درات ضروری برادر درست است. بعد از ایمانت کافر شدی. به خاطر چی کافر شدی؟ به خاطر استهزاء مشوره. соли нава ҷашн гирифтан ҷоиз аст ё не? سال نوه که در او تشکیلی نباشد، سال نوه که در او عده شیشه نباشد، سال نوه که در او راست نکنی عده پنجوتینه نزنی، این سال نو کنیشنه نادرست است. در سال نو باید تشکیلی نمایی، عده شیشه باید نکریوت کنی، عده پنجوتینه باید راست کرده زدن گیری. این است سال نو حقیقی. ҳазор раҳмат, ташаккури зиёд, ташаккури зиёд. منادار خود را بیان میکنم. ба фикр ки шумо ба саволҳои худ ҷавоб гирифтед. шайх бо ма як саволи дигаре дорам. بله. ҳамин анақа хӯрдан ҷоиз аст ё не? арақ. عرق اصلا جایز نیست برادر. عرق чӣ جایز نیست. چه خیلی جایز است که در دسترخوان نه نان است، نه گوشت است، نه یک خوراکی سریاز نیست. چه خیلی عرق را خوردن ممکن است. مرحمت بکشی یک گوسپند بزه. درست است. جایز است. درست. گوسپند باشه، گوشت باشه. درست است. بسیار جایز است. بله. حال همین ناس جایز است یا نه؟ برات ضروری برادر درست است. فهمو رحمت کالله. تشکر زیاد. یک سوال دیگه داشتم. بله. یک سوال. همین سیگارت کشیدن ممکنه یا نه؟ چه سیگارت؟ دود سیگارت. برادر این گونه سوال ها از کجا می آید به سر شما؟ چرا این گونه سوال ها را به من می دهید؟ سیگارت درست نیست برادر. بله دام. اصلا خاص درستی خود را داره. بله. چرا؟ ممکن است بعد یک پنجاتینه زدن ممکن است یگان دانه اکه کشید، یگان دانه اکه بخیر است. سرم را گران کردی برادر، مگرم بعد از برنامه یک پچکه سیگارت افتادی که تا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ایره خوب گوش بگیره. این آیت قرآنه. ایره گوش بگیره کسانی که سر قرآن، سر دین، سر ثقافت اسلامی، سر مدارس اسلامی، سر مساجد اسلامی، سر علمای اسلامی، سر خطبای اسلامی، سر از اینا این چی میگه؟ رشخند میزنه. این آیت قرآن گوش بگیره و کسایی که رشخندی رو تایید میکنه این آیت قرآن گوش بگیره اگر به قرآن ایمان داشته باشه. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم، و اگر شما از این مردم ها با سوال بکنین، از این انسان هایی که ایگه پا را میزنن، فکایی میگن، رشخند میزنن سر الله، سر رسولش، سر ملائکه، سر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، سر علمای اسلام، سر مساجد اسلامی، سر مضامین اسلامی، وقتی که سر از چی شون، وقتی که سرشان سوال بکنید لا یقولون حتما یا چی میگن؟ انما كنا نخوض و نلعب. ما ساتیری میکردیم، مذاق میکردیم، ما یک تبخوشی میکردیم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. بگو برشان أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. برای شخص میگن
به الله مسخرگی میکنی، به آیات الله مسخرگی میکنی، به رسول الله مسخرگی میکنی صلی الله علیه و سلم، به شعائر اسلام تو مسخرگی و ساتیری میکنی. بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا، عذر نکنی، عذرتان قبول نمیشه. قد کفرتم بعد ایمانکم، بعد از ایمانت کافر شدی. به خاطر چی کافر شد؟ به خاطر استهزاء و مسخرگی. امروز چقدر مردم هستن که فکاهی‌هایی رو جور میکنن سر الله، سر رسولش. اینجا میگه آمنت بالله و فکاهی‌های یک تندور فلانی از بین میبرد، الله را تشبیه میکنه به همراه یک مخلوق و گپای میزنه که ما فکاهیش نمیتونم تکرار بکنم. بس از که کافر شده و بس از که فکاهی را گفته. بالله همه قدر ورش میگم که تو فکاهی را که میگی بالله و آیاته و رسوله و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا، من هم میگم که البته مرا کس نگویه. آیت قرآن میگه قد کفرتم بعد ایمانکم، کافر شدن بعد از چی؟ بعد از یعنی این بخصوص منافقین هم نیست، برای کسی است که ایمان داره لکن چی میکنه؟ به مسخرگی و ساتیری و فکاهیگویی تمسخر در شعائر اسلام میکنه.